رونمایی از خط تولید یک دستگاه راهبردی در حوزه درمان سرطان. دستگاه الکتروشیمی درمانی یا همان الکتروکموتراپی محصول فناورانه است که برای درمان انواع سرطان‌های سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم الکتروکموتراپی برای بیماران سرطانی که توده‌هایی دارند که این توده‌ها یا توی سطحن یا توی عمقن، اهم از سرطان‌های پوست، سرطان‌های سارکوما، سرطان‌های حوزه سر و گردن که اینها امکان متاسفانه جراحی و رادیوتراپی ندارن یا اینکه نه حتی امکان داره که این امکان براشون وجود داشته باشه، اما بنا به تشخیص استاد حوزه پزشکی میتونه این پروتکل براشون مفید باشه. بالاخره ایران وارد باشگاه کشورهای دارنده خدمت ECT رو به صورت کاملا بالینی، نه فقط یک دستگاه و فناوری، الحمدلله دارا شد. محصول فناورانه بر پایه تحریک الکترونیکی کنترل شده بافت‌های سرطانی را مورد هدف قرار می‌دهد و با کمترین تهاجم می‌تواند تومور سرطانی را از بین ببرد. با ایجاد پالس‌های الکتریکی باعث میشه که در سطح سلول‌های ما یک سری حفراتی ایجاد بشه و این حفرات باعث میشه که دارویی که در اطراف در محیط سیتوپلاسم سلول هست 700 برابر بیشتر از حالت نرمال جذب سلول بشن. این باعث میشه که ما بتونیم با یک دوز بسیار کمتر دارو و به صورت آیتی تومور رو به طور کامل از بین ببریم. دستگاه الکتروشیمی درمانی با همکاری فناوران و متخصصان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تولید شده و نقش اساسی در درمان تومورهای سرطانی دارد. کم هزینه است، همه یخچال میتونن از این استفاده بکنن، نیاز به رفت آمد زیاد نداره، نیاز به عمل جراحی نداره و سریع و تأثیر هست، اثرش سریع میگذاره و خوشبختانه با تستا و آزمایش‌های مختلفی که بر روی بیماران انجام شده تأثیرگذاری خودش رو به اثبات رسونده. بنابر گفته مسئولان از دستگاه الکتروشیمی درمانی همکنون در 60 مرکز درمانی و بیمارستان‌های کشور برای درمان بیماران استفاده می‌شود و این محصول فناورانه آماده صادرات به کشورهای روسیه، ترکیه، امارات و عراق است. محبوب دلانگیز، خبرگزاری صدا و سیما.